الله الرحمن الرحیم. شبکه ایرانسل شبکه همراهی هستش که از سال گذشته فعالیتش رو توی ایران شروع کرده. از هفته گذشتم به یاری خدا و زحمتی که بچه‌های ایرانسل در تمام ایران دارن میکشن تحت پوشش شبکه قرار گرفته استان کرمان. در واقع سیم کارت دائمی داریم، سیم کارت اعتباری داریم و سیم کارت پیام رسان. سیم کارت دائمی و اعتباری برای مکالمات عزیزانمون طراحی شده، هیچ تفاوتی از نظر سرویس دهی ندارن مگر اینکه قیمت مکالماتشون با هم دیگه فرق می‌کنه. ایرانسل برای رضایت خاطر مشترکین خودش 3 نوع تعرفه رو پیش بینی کرده که با استفاده از تعرفه طلایی ما و تعرفه آبی و قرمز ما در واقع میتونن برای مدیریت هزینه هاشون در داخل شبکه ایرانسل و زمان خروج از شبکه از این تعرفه استفاده کنن. برای تمام مشتریان خودش چون ارزش ویژه‌ای قائل هست، منهای تمام سرویس و خدماتی که توی شبکه‌اش ارائه میده جوایزی رو هم پیش بینی کرده که آخرین اهدای جوایز ما در نمایشگاه کامپیوتر و رایانه الکامپ بود در تهران. برای طرح طلایی، آبی و قرمز خودمون هم جشنواره ویژه‌ای تدارک دیده شده و جوایز ویژه که در انتهای پاییز قرعه کشی و برندگان اونها اهدا خواهد شد. همینطور که خدمتتون عرض کردم، شرکت آرش آریان نماینده رسمی مرکز اینترنت تهران توزیع کننده اصلی سیم کارت ها و شارژ کارت های ایرانسل هست که تو استان کرمان دست به ابتکار جدیدی زد و با عقد قرارداد با شرکت بیمه سامان سرویس مشترکی رو به مشترکین ایرانسل هدیه کرد که این هدیه یک بیمه نامه حوادث 500,000 تومانی هست که زمان خرید سیم کارت هامون از فروشنده سیم کارت هدیه میگیریم. بیمه همراه بیمه سامان به شما این امکان رو میده که در صورت بروز حوادث از مبلغ قید شده در اون که 500,000 تومان هست استفاده بکنید. بیمه نامه همراه بیمه سامان زمان خرید سیم کارت های ایرانسل در سراسر استان همراهش باید به شما اعطا بشه. یعنی خریدار عزیز سیم کارتمون زمانی که میخوان سیم کارت بخرن یه دونه بیمه نامه هم از فروشنده مجاز ما بگیرن. گروه سرمایه‌گذاری آرش آریان به نمایندگی از توزیع کننده اصلی ایرانسل وظیفه خودش میدونه که به اطلاع شما برسونه بیمه نامه همراه بیمه سامان که به خریدار سیم کارت های عزیز ایرانسلیمون هدیه میشه در صورتی که به صورت انفرادی خرید میشد شاید مبلغی حدود قیمت سیم کارت باشه. ما این رو به عنوان یه سرویس به همشهری‌ها و هم‌استانیامون دادیم که ارزش خودشون و منزلت خودشون رو توی شبکه ایرانسل بدونن. در استان کرمان برای رضایت خاطر خریداران سیم کارت ایرانسلیمون ما سرویس های ویژه‌ای رو دادیم. یک خط تلفن ویژه ثابت و 2 خط تلفن همراه ایرانسل هست که به صورت شبانه روزی پاسخگوی خریداران عزیز سیم کارت ایرانسلیمون هستش که آمادگی پاسخگویی و رفع اشکال رو در استان کرمان دارن و همچنین میتوانند برای رفع اشکالات تلفن همراهشون و کلی سوالاتی که توی زمینه همراه و شبکه ایجاد میشه
از سایت ما بازدید به عمل بیارن، اشکالاتشون رو بگن. متخصصین ما آماده جوابگویی به صورت شبانه روزی توی سایتمون هستن و بلافاصله رفع اشکال شما رو خواهند کرد.